به نام خدای بخشنده مهربان. الها ای مالک بندگان و ای گشاینده درهای و ای سازنده سببهای، مهیا کن برای ما سببی که نمیتوانیم برای آن جستن. الها گردان ما را مشغول به کار تو امین یابنده، به داد تو نامید شونده از خلق، انس گیرنده به تو، وحشت زده از غیر تو، خوشنود شونده به تقدیر تو و شکیبا بر بلای تو، قناعت کننده بر عطای تو، شکر کننده نعمتهای تو را لذت یابنده، به ذکر تو شاد شونده، به کتاب تو رازگوینده، به تو در میان شب و گذرهای روز دشمن دارنده دنیا را و دوست دارنده آخرت را، مشتاق به سوی دیدار تو، متوجه به سوی حضرت تو، مهیا شونده برای مرگ. ای پروردگار ما، بده ما را آنچه وعده کرده ای بر ما بر زبان پیغمبران خود و رسوا مکن ما را روز قیامت، به درستی که تو خلاف نمی کنی وعده را. الها گردان توفیق را رفیق ما و راه راست را راه ما. الها برسان ما را به مقصدهای ما و قبول کن توبه ما را، به درستی که تو قبول کننده توبه هستی مهربان. الها به نام تو صبح کردیم و به نام تو شام کردیم و به نام تو زنده ایم و به نام تو خواهیم مرد و به سوی توست بازگشت. الها روزی کن ما را لذت دیدار به سوی روی تو و شوق به سوی دیدار تو. الها بین ما را راه راست و روزی کن ما را پیروی از آن، و بین ما را باطل و روزی کن ما را پرهیز کردن از آن. الها بین ما را حقایق چیزهایی که چنانی که هست، میران ما را مسلمان و لایق کن ما را با نیکوکاران و دفع کن از ما بدی ظالمان و شریک کن ما را بر دعای مؤمنان و بیدار کن ما را از خواب غفلان و روزی کن ما را شفاعت سردار پیغمبران و داخل کن ما را در جنت و سلامتی امین یابنده و حشر کن ما را با پرهیزگاران و خلاص کن ما را از آتش ای پناه دهنده. الها بخش امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها رحم کن بر امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها مدد کن بر امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها بگشای کارهای امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها درست کن کارهای امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها کشایش کن از امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها بزرگ کن امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها بزرگی بخش امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها درگذر فرما از امت محمد صلی الله علیه و سلام. الها ایش دوست دارنده توبه کنندگان قبول کن توبه را از ما و ای امانت دهنده ترسندگان امین ساز ما را و ای راهنمای حیرت زدگان راهنما ما را و ای هدایت کننده گمراهان هدایت کن ما را و ای فریاد رسی فریاد کنندگان ما را و ای امیدگاه ناامید شدگان قدم کن امید ما را
و ای رحم کننده گناهکاران رحم کن ما را. و ای بخشنده گناهکاران ببخش برای ما گناه ها و دور کن از ما بدی های ما و میران ما را با نیکوکاران. الها بخش گناهان ما را، الها بپوشان عیب ما را، الها بگشا سینه های ما را، الها نگهدار دل های ما را، الها روشن کن دل های ما را، الها آسان کن کارهای ما را، الها حاصل کن مرادهای ما را، الها کامل ساز کوتاهای ما را، الها نجات ده ما را از آنچه ترسیم ای صاحب مهربانی های پنهان. الها بخش ما را و مادر و پدر ما را و بزرگان ما را و استادان ما را و یاران ما را و دوستان ما را و خویشاوندان ما را و نزدیکان ما را و کسی را که او را حق باشد بر ما و برای تمام امت محمد مصطفی علیه السلام بر وی رحمت خدا و سلام. و نگاه دار ما را ای پروردگار ما از بدی بر آنچه حکم کرده ای و نگاه دار ما را از عذاب آتش و از عذاب قبر و از عذاب روز قیامت و حشر کن ما را با پرهیزکاران و نیکوکاران. الها به حرمت این اوراد فتحیه بکشا برای ما درهای عنایت ها و بزرگی ها و توفیق ده ما را برای طاعت ها و عبادت ها و نگاه دار ما را از آفت ها و بلاها و برکت ده ما را در رزق و نیکی ها. الها نگاه دار ما را ای صاحب فیض از همه بلاها و بیماری ها و رحمت کامل نازل کند خدای تعالی بر بهترین خلق خود محمد صلی الله علیه و سلم و آله و اصحابه و سلام اجمعین. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران گرامی، تشکر زیاد به دقتتان. از شما احترامانه خواهش می نماییم که با کانال ما آبونه شده نوارهای ما را لایک گذارید تا که دسترس دیگران نیز باشد. خدا همه ما را در پناهش نگاه دارد.